در پایتخت انگلیس در مقابل کنسولگری ترکیه در شهر لندن یک فردی قرآن کریم را به آتش میزنه. وقتی قرآن کریم را به آتش میزنه واکنش مردم را ببینید و اتفاقی که در اوجه میبینید را در این ویدیو با هم دیگر میبینید. ببینید دوستان عزیز، در ایام متعدد و در جاهای متعدد افرادی هستند که از روی جهل و نادانی و از روی عقده و کینه‌ای که در قلبشان و در دلشان نسبت به دین و عقیده دیگران نهفته است می آیند و از روی ذلت و خواری خود عقیده دیگران و به مقدسات دیگران توهین می کنند. این فرد در یک گوشه و در یک شهری قرآن کریم را به آتش میزنه که به گمان خودش هیچ کسی شاید به سراغش نیاید، شاید هیچ واکنشی نسبت به سوختاندن قرآن کریم نبینه و آزادانه بیای قرآن کریم را آتش بزنه و مسلمانی نباشه که از قرآن کریم و از مقدسات دفاع بکنه. اما در همان شهر لحظه‌ای که قرآن کریم را به آتش میزنه خودش خواری و زبونی خود را احساس میکنه و خودش کسی هست که در همین لحظه مورد ضرب و شتم و حتی مورد اهانت دیگران قرار میگیره. این حکایت از چی داره؟ این واکنش ها و این عکس العمل ها در هر جامعه‌ای که اتفاق میفته نشانه نادانی آن فرد و نشانه بیخاصیتی مفکوری او فرد را داره. دین مبین اسلام برای ما می آموزاند و این قرآن کریم برای ما می آموزاند هر کسی اگر مخالف فکر شما بود، مخالف عقیده شما بود، چه بت پرست میخواه باشه، چه شیطان پرست میخواه باشه، هر دینی که میخواه باشه، شما حق ندارید به مقدسات آنها توهین بکنید. اسلام برای ما احترام و بزرگواری را می آموزانه. اما عقیده های غیر از اسلام را وقتی ما میبینیم، افرادی که مسلمان نیستند و در حوزه دین مبین اسلام نیستند، آنها اصل حرمت گذاشتن به عقاید دیگران، اصل احترام گذاشتن به دیدگاه های دیگران را فراموش کردند و میخواهند با آتش زدن، با زیر پا کردن، با کاریکاتور کشیدن به عقاید دیگران لطمه وارد بکنند. غافل از این که الله تبارک و تعالی فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن کریم را نازل کردیم و تا روز قیامت ما حافظ قرآن کریم هستیم. چه میخواهند آتش بزنند، چه میخواهند از بین ببرند، چه میخواهند اشتباه چاپ بکنند، چه میخواهند آن را با نامهای دیگر به نام مثلث توحید و یا به نامهای دیگر نشر بکنند، قرآن قابل تغییر نیست. قرآن کتابی ثابت و تا روز قیامت ثابت و پابرجاست، غیر قابل تحریف، غیر قابل تغییر و غیر قابل از بین بردن هست، چون الله تبارک و تعالی گفته خودم او را محافظت میکنم. پس بیاییم از این ویدیوها و از این واکنش هایی که در شبکات اجتماعی رخ میده این را بیاموزیم که اسلام بزرگواری و حرمت به عقاید دیگران را برای ما آموزش میده و هر مسلمان مسئولیتش همیست که به عقیده دیگران، به فکر دیگران، به مذهب دیگران و حتی به خدای دیگران حق تمسخر و توهین و اهانت نداره. اما ادیان دیگر، اما بی خدایان، اما شیطان پرستان، اما ملحدین، آتئیست ها، آنها وظیفهشان چی هست؟ بیمایگی خودشان هست. خدا آنها اصل و اساسی ندارند، قانونی ندارند، مرجعیتی ندارند و بر اساس آزادی حیوانی که بر خود قائل هستند به همون اساس گاهی اوقات کوشش میکنند عقاید دیگران را بسوزانند، گاهی از بین ببرند. اما به هر روش و به هر مسیری که حرکت میکنند مسیر آنها خنثی شده و خود آنها خار و زبون میشوند. این فرد در آن واحد خاری و زبونی را احساس میکنه. خاری و زبونی یک فرد لحظی هست به جای این که
برایش واکنشی نشان داده بشه، آب دهان یک انسان وقتی به رویش انداخته میشه، این اوج زبون بودن او فرد را نشان میده. و این فرد با همان لحظه و در آن واحد زبونی و خاری و ذلت خویش را احساس میکنه. یادمان باشد قرآن کتاب الهی هست، تا روز قیامت پابرجاست. هیچ احدی، هیچ فکری، هیچ قلدری، هیچ دیوانه نمیتواند با آن لطمه وارد بکند. قرآن کتاب خداست.